همه ما میدونیم که روسیه با مساحتی بالغ بر 17 میلیون کیلومتر مربع بزرگترین کشور جهانه. یعنی این کشور بیش از 1/8 مساحت کل زمین رو پوشش میده. روسیه تنها کشوریه که در 2 قاره قرار داره. این کشور بخش بزرگی از قاره آسیا و همچنین بخشهایی از قاره اروپا رو در بر میگیره. حالا فکرشو بکنین کشوری با این وسعت از خاک چه تنوع بالایی از فرهنگ، زبانها و مناظر طبیعی شگفت‌انگیز رو تو خودش جا داده. قطعاً سفر کردن و بازدید از گوشه به گوشه این کشور برای اکثریت مردم زمین سخت و غیر ممکنه. ولی باید بدونین که شهری تو این کشور هست که قلب تاریخ و فرهنگ روسیه است. جایی که به معماری با شکوهش معروفه و به دلیل تاریخ غنی و هنریش به عنوان پایتخت فرهنگی روسیه به حساب میاد. این شهر زادگاه ولادیمیر پوتینه و خیلی سخته که تو چند قرن اخیر یک فرد سرشناس روس پیدا بکنین که داستان زندگیش ربطی به این شهر زیبا نداشته باشه. اسم این شهر سن پیترزبورگه. این داستان زیباترین شهر از بزرگترین کشور دنیاست. سن پیترزبورگ دوست داشتنی مثل سایر شهرهای روسیه نیست. این شهر ابهتی داره که یادآور شکوه دوران امپراتوری روسیه است. شهری که برای مدت‌ها پایتخت بوده و الان جاش رو به مسکو داده. سن پیترزبورگ شمالی ترین کلانشهر دنیا و 4مین شهر بزرگ قاره اروپا است. جمعیت این شهر بالای 5 میلیون نفر تخمین زده میشه و به دلیل جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی این شهر در صدر فهرست بهترین مقاصد گردشگری اروپا قرار داره. برخلاف باور خیلی‌ها نام شهر سن پیترزبورگ برگرفته از مؤسس اون یعنی پتر کبیر نیست. نام این شهر برای گرامی داشته کشیش پیتر یا همون شمعونه. او یکی از 12 یار عیسی مسیح از رهبران کلیسای مسیحیت بود که در تابلوی شام آخر لئوناردو داوینچی هم به تصویر کشیده شده. سن پیترزبورگ حیات خودش رو مدیون 100,000 کشته است. ماجرا از این قراره که یکی از دلایلی که تزار پتر اول میخواست این شهر رو بسازه اتصال روسیه به اروپا از طریق راههای آبی بود. قبل از اینکه سن پیترزبورگ ساخته بشه این منطقه یک باطلاق غیر قابل سکونت بود که در معرض آب و هوای خشک قرار داشت. تزار دستور داد ارتشی از 40,000 رعیت شروع به ساخت شهر کنه. از اونها خواسته شده بود که وسایل خودشون رو به همراه بیارن و راهی باطلاق بشن. بعضیا صدها کیلومتر رو با پای پیاده طی کردن و شمار زیادی تو این راه جون خودشون رو از دست دادن. ممنون میشم برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنین تا بریم سراغ حقایق حیرت انگیزی که در نوع خودش بی‌نظیره. آیا میدونستین بازدید از مشهورترین موزه سن پیترزبورگ به 25 سال زمان نیاز داره؟ سن پیترزبورگ به عنوان پایتخت فرهنگی روسیه دارای بیش از 8,000 جاذبه تماشاییه. یکی از مشهورترین اونها موزه تاریخی آرمیتاژه. این موزه میزبان بیش از 3 میلیون اثر هنری و فرهنگیه. با وجود 400 اتاق در 5 ساختمان به هم پیوسته در 3 طبقه، بر اساس یک محاسبه تخمینی اگر برای دیدار از هر کدوم از اشیای این موزه 1 دقیقه در مدت 8 ساعت از روز زمان صرف کنید، به 25 سال وقت برای تماشای تمامی آثار آرمیتاژ نیاز خواهید داشت. جالبه که بدونین این شهر 600 پل داره و 22 تاشون متحرکه. اگرچه این شهر واقع شده در جزایر و ارتباط نزدیکی با آب داره، اما اولین پل‌های موجود در اوایل ساخته نشدن. تزار پتر اول رویای خلق شهری مثل ونیز رو در سر داشت تا مردم با قایق در اطراف اون جابجا بشن، ولی اولین پل‌های شهر کمی پس از مرگ اون ساخته شده. جالبترین این پل‌ها پل آبی سن پیترزبورگ که بر روی رودخانه مویکا ساخته شده. این پل با عرض 98 متر عریض‌ترین پل شهر و دنیاست. جالبه که بخش بزرگی از عرض این پل الان به عنوان پارکینگ عمومی استفاده میشه. عمیق‌ترین تونل متروی زیرزمینی در جهان در شهر سن پیترزبورگ. بر اساس عمق تمامی ایستگاه‌های متروی جهان، سن پیترزبورگ یکی از عمیق‌ترین ایستگاه‌های مترو رو داره. همونطور که تو مطالب قبلی اشاره شده بود، شهر سن پیترزبورگ به طور کلی روی زمین‌های باطلاقی ساخته شده. پس برای ساخت مترو در این شهر لازم بود تا به قدری پایین برن که این گلولای تموم بشه و به زیر بستر سنگی برسن. به همین خاطر این ایستگاه حدود 86 متر پایینتر از سطح خیابون نوسکی قرار داره. ستونی بدون هیچ پشتیبان. ستون الکساندر در مقابل عمارت زمستانی سن پیترزبورگ 47.5 متر ارتفاع و حدود 700 تن وزن داره. یک فرشته با صلیب تاجگذاری شده. این ستون بزرگ و یک پارچه به هیچ جایی وصل نشده
و فقط توسط وزن خودش و جاذبه زمین در جای خودش قرار گرفته. نکته‌ای که برای شهروندان اولیه سن پترزبورگ اصلا قابل قبول نبوده. در سالهای اول احداث این ستون کسی جرأت قدم زدن در اطراف اون رو نداشته و مردم هر لحظه انتظار افتادن اون رو میکشیدن، تا اینکه به چشم خودشون دیدن آگوستو مونتفران، معمار فرانسوی این ستون، هر روز با خیال راحت در کنار اون قدم میزنه. اینطور بود که ترس مردم از بین رفت و امروز صدها توریست رو میبینیم که در کنار این میدون مشغول عکس یادگاری گرفتن هستن. اگه بخوایم راجع به آب و هوای شهر سن پترزبورگ صحبت کنیم، باید بگم که شهر سن پترزبورگ 130 روز از سال رو برفیه و نکته عجیب و حیرت انگیز در رابطه با آب و هوای این شهر اینه که هوا در سن پترزبورگ برای مدت 3 هفته تو طول فصل تابستون به طور شبانه روزی روشنه. سن پترزبورگ که به مدت 200 سال پایتخت کشور روسیه بوده، تو طول تاریخ از روزهای تلخ و تاریکی جون سالم به در برده. در طول جنگ جهانی دوم و زمانی که سن پترزبورگ هنوز به لنینگراد مشهور بود، آلمانی‌ها شهر رو تصرف و ورودی خروجی های شهر رو مسدود کردند. هیتلر قصد داشت بعد از فتح سن پترزبورگ یک ضیافت شام در هتل آستوریا برپا کنه. با این حال هیتلر هرگز موفق به انجام دادن همچین کاری نشد. مردم گرسنه برای مدت تقریباً 900 روز سرمای سوزان رو بدون دسترسی به آب و برق تحمل کردند. میلیون‌ها نفر جون خودشون رو از دست دادن، اما اونا مصمم بودن که تا آخرین قطره خونشون از شهر خودشون دفاع کنن. ایستگاه‌های رادیویی محلی آهنگی از یک زمانسنج تیک تاکی پخش می‌کردن. بنابراین محلی‌ها می‌فهمیدن که قلب شهرشون هنوز در حال تپیدنه. در پایین بنای یادبود مدافعان قهرمان هنوز میشه صدای قلب تپنده شهر رو شنید. با وجود این حقایق تاریخی و حیرت انگیز، این شهر یکی از رنگی‌ترین و شیک‌ترین شهرهای دنیاست که بازدید کننده‌های زیادی رو به سمت خودش میکشونه. بعضی‌ها به خاطر معماری، بعضی‌ها به خاطر تاریخ و بعضی‌ها هم برای دست یافتن به تجربه غنی به این شهر سفر میکنن. ما با گفتن این حقایق شگفت انگیز در مورد سن پترزبورگ سعی کردیم به شما کمک کنیم که این شهر رو بهتر بشناسین. امیدوارم براتون جالب بوده باشه. شما میتونین برای دیدن ویدیوهای بیشتر چنل ما رو سابسکرایب کنین و همراه ما باشین.